سلام. شکل‌گیری نووا کلینیک در ابتدا یه ایده خیلی ساده بود که ناشی شده بود از تجربه دیدن حدود 4 نظام سلامت در سطح بین‌المللی تو کشورهای مختلف و بررسی نقاط قوت و ضعف اونها و تلاش برای پیدا کردن راهی که بتونه در شرایطی که ما در ایران داریم کاری رو انجام بدیم که واقعاً از لحاظ کیفی در بالاترین سطح ممکن باشه و به اصول علمی و اخلاقی پایبندی ویژه‌ای داشته باشه. داستان در واقع از اینجا شروع میشه که توی نظام‌های سلامت بین‌المللی و چه در ایران وقتی بحث درمان مطرح میشه، 2 تا جنبه، 2 تا ویژگی توی نظام‌های درمانی خیلی امروزه بولد شدن، برجستگی خیلی قابل مشاهده‌ای پیدا کردن. ویژگی اول که یه جورایی زمینه ساز ویژگی دوم میشه، در واقع تخصصی شدن و فوق تخصصی شدن نحوه و نظامات ارائه خدمات درمانیه. یعنی پزشکی به سمتی رفته که خدمات درمانی رو در بسته‌های فوق تخصصی بسیار پیشرفته ارائه میده و ترجیحش اینه که درمان رو اینجوری پیش ببره که به صورت فوق تخصصی جلو بره. این ویژگی باعث شده که اون ویژگی دوم مورد اشاره شکل بگیره و اون ویژگی دوم مورد اشاره اینه که خدمات درمانی امروزه تمام دنیا به صورت منقطع ارائه میشن. یعنی چی؟ یعنی یک بیمار برای حل و فصل کردن مشکلی که داره در بسیاری از موارد مجبور خواهد شد که به قسمت‌های مختلف فوق تخصصی در یک نظام درمانی مراجعه کنه و این مراجعات متعدد همیشه با انقطاع همراهه و تیکه تیکه اتفاق میفته. انقطاعی که اشاره شد با خودش یه مسئله‌ای رو طرح میکنه که من نمیخوام اسمشو بذارم مشکل، در واقع یک مسئله‌ایه که ما باید به عنوان کارکنان نظام سلامت یا که در بخش درمان فعال هستیم به این نکته توجه داشته باشیم. این مسئله چیه؟ مسئله شکاف بین رشته‌ایه. من یه مثالی میزنم که این شکاف بین رشته‌ای کمی ملموس‌تر بشه. ببینید اگر یه نهر آبی یه جایی در جریان باشه و یک انسان، یه فردی که داره یه مسیری رو طی میکنه در سر راهش به این نهر بر بخوره، مجبوره که از روی این نهر بپره یا یه جوری از روش رد شه. در این مثالی که صحبت شد شواهد علمی حتی در مطالعات بالینی وجود داره که این شکاف‌های بین رشته‌ای وجودشون و در این حال تلاش برای رفعشون روی پیامدهای اقدامات درمانی تأثیر داره. این ایده ساده همون ایده‌ای بود که ما باهاش خواستیم که نووا کلینیک رو شروع بکنیم. منتها این همین ایده ساده وقتی که به مرحله اجرا میرسه پیچیدگی‌های خیلی زیادی رو به همراه میاره و این پیچیدگی‌های زیاد باید در مسیر اجرا حل بشن و روند نووا کلینیک در واقع با همین مفهوم شروع شد. چرا؟ چون این پیچیدگی‌هایی که عرض کردم خدمتتون در شرایط فعلی نظام سلامت ما در ایران که به هر حال از جنبه‌های ایجاد توازن و تعادل مالی در نظام سلامت بین ذی‌نفعان مختلف که حالا من چند تاشون رو اسم میبرم، در واقع بین بیمار که اصلی ترین ذی‌نفع نظام سلامته، بین پزشکان که ارائه دهنده خدمات درمانی هستند و بین مراجع قانونی نظام سلامت، یه توازنی باید برقرار بشه به لحاظ مالی و اقتصادی که این توازن الان به شدت دچار تنش هست. تو این شرایط خب راه انداختن یک کلینیکی که بتونه به این نکته‌ای که عرض کردم خدمتتون که از جنس شکاف بین رشته‌های تخصصی و فوق تخصصی پزشکی هست نگاه خاصی داشته باشه و بتونه این نگاه رو عملیاتی بکنه، واجد پیچیدگی‌های خیلی جدی بود. ما تو نووا کلینیک اومدیم سعی کردیم به روند ارائه خدمت درمانی مورد نظری نگاه جدیدی داشته باشیم.
که البته این نگاه در سطح علم موجود در دنیا چند دهه هست که راجبش صحبت میشه، ولی معمولاً در نظام‌های سلامت بین‌المللی با فشار از بالا به پایین اجرا میشه. تو نواکلینیک دقیقاً برعکسه. ما دنبال این هستیم که در این مجموعه که الزاماً با فشار بالا از سمت بالا یا از سمت نظام سلامت عمل نمی‌کنه این رو اعمال بکنیم و برای این منظور اومدیم نگاه کردیم که ببینیم در جراحی‌های غدد درون ریز چه قسمت‌های درمانی وجود دارن و چه تخصص‌ها و فوق تخصص‌هایی درگیر هستند. در یک نگاه کلی ما میدونیم که در جراحی‌های غدد درون ریز ما در 3 تا فضای مشخص داریم. یکی فضای قبل از عمله که من خیلی اوقات به بیماران هم میگم بیمار از سمت یک پزشک متخصص یا متخصص داخلی یا فوق تخصص غدد ارجاع میشه به یک کلینیک جراحی. تو این فضای قبل عمل با توجه به اینکه بیماری‌های غدد درون ریز که نیاز به جراحی دارن اکثراً خودشون به هر حال پیچیدگی‌هایی دارن، میتونن برای بیمار استرس‌های زیادی ایجاد بکنن و بعد اینکه خود مفهوم جراحی هم مفهوم استرس داییه باعث میشه که فضای قبل عمل جراحی فضای بسیار پرتنشی باشه برای بیمار و این خیلی طبیعیه که شما وقتی توی مطب جراحی غدد نشستید بیماری که میاد پر از استرس، پر از سؤال و حتی بعضا عصبانیه، حالا نمیدونه که این عصبانیت رو به نظام سلامت به پزشکش در واقع فرافکنی بکنه یا به چیز دیگه ای، ولی به هر حال این ویژگی وجود داره. پس این باعث میشه که ما فضای قبل عمل رو به صورت یک فضای خیلی ویژه داشته باشیم. فضای دومی که وجود داره فضای داخل اتاق عمل و اون روزیه که مریض برای جراحی به بیمارستان مراجعه میکنه تا موقعی که از بیمارستان ترخیص میشه که خود اون هم پیچیدگی‌های زیادی داره. یه مقدار قابل توجهی از اون استرس فضای قبل عمل رو به نوع تشدید شده‌ای بیمار با خودش به بیمارستان میاره و با اون استرس و تنش وارد اتاق عمل میشه. فضای سوم فضای بعد از عمله که باز هم ویژگی خاص خودشو داره از این جهت که بیمار به هر حال با دردها و مشکلات ناشی از عمل جراحی برمیگرده به خونه خودش و با یه فاصله‌ای باید دوباره بیاد از روی نهر شکاف بین رشته‌ای دوباره بپره و برسه دست اون قسمت مناسبی از نظام ارائه خدمات درمانی که بتونه این کار رو براش ادامه درمان رو براش میسر بکنه. ببینید در تمام این مسیری که عرض کردم خدمتون در هر 3 فضای قبل عمل، بعد عمل و در حین عمل یه دوگانه‌ای وجود داره که اون دوگانه باعث میشه که مشکلاتی پیش بیاد و پیامدهای اقدامات درمانی اون کیفیت لازم رو نداشته باشه. این دوگانه شامل چیه؟ شامل اینی که بیمار در مورد بیماریش و خدمتی که بهش ارائه میشه چی حس میکنه در یک سمت این دوگانه است و در سمت دیگه این دوگانه اینه که پزشک در مورد بیماری بیمار و اقداماتی که باید براش انجام بشه چی میدونه. بنابراین این توجه به این اختلاف بین این دوتا مفهوم یا این دوگانه میتونه خیلی تاثیرگذار باشه و این اون جاییه که ما در نواکلینیک سعی کردیم توجه خیلی خاصی بهش داشته باشیم. در فضای قبل عمل نکته اصلی که در این دوگانه وجود داره به صورت این دوگانه خودش رو نشون میده اونجایی بروز پیدا میکنه که تیم درمانی و پزشک باید بیمار رو به صورت یک فرد ببینه نه یک بیمار. من روی این مفهوم خیلی میخوام تاکید بکنم به خاطر اینکه توی تمام قسمت‌ها و تمام تعاملات نواکلینیک با بیمارانش این موضوع خیلی بولده. بیمار یک فرده و قبل از اینکه به دست جراحی برسه به کلینیک جراحی برسه
مشکلات خاص خودش رو داشته و قوت‌های خاص خودش رو هم داشته. این مشکلات به صورت بیماری‌ها از جنس جسمی و روانی یا حتی روحی و اجتماعی میتونه بروز پیدا بکنه و فهمیدن و استخراج داده‌های مربوط به این جنبه‌ها در فضای قبل عمل بسیار تاثیرگذاره. شاید خیلی از این جنبه‌ها به نظر در نگاه اول مهم نرسن برای جراحی و تاثیرگذار نباشن روی جراحی، اما این فقط اینطور به نظر میرسه. همه اینا بسیار تاثیرگذارند. مثلا تصور کنید بیماری که قبل از اینکه بفهمه خودش دچار یک مشکلی در تیروئید یا پاراتیروئیدش هست و نیاز به جراحی داره، سالها قبلش چندین و چند نمونه از دوستان و بستگانش دیده که اینها تحت جراحی‌های تیروئید و پاراتیروئید قرار گرفتن و صداشون دچار اختلال شده یا مشکلات افت کلسیم دائمی پیدا کردن و بعدش با زندگی سخت‌تری مواجه بودن. وقتی که اون بیمار وارد این فضای کلینیک جراحی میشه، این که مثلا آقای دکتر همدانی در جراحی‌هایی که انجام میده خیلی به این موضوع دقت میکنه، براش به طور واضح بارز نیست. با چیزی وارد کلینیک ما میشه که اون یه پکیج ذهنیه که با خودش میاره و فکر میکنه که جراحی تیروئید حتما منجر به از دست دادن صدا خواهد شد، حتما منجر به مشکلات تعادل کلسیم در بدن به طور طولانی مدت خواهد شد. اینو میتونه از تجربه شخصیش همونطوری که مثال زدم گرفته باشه، یا نه میتونه از مواجهه با اطلاعات نیمه درست و نیمه غلط و بعضا سر تا سر غلطی که در فضای مجازی در جریانه گرفته باشه. بنابراین این که پزشکی که با این بیمار روبرو میشه بتونه این نکته رو از ذهن بیمار استخراج کنه که بیماری همچین پیش داوری نسبت به جراحی‌های تیروئید و پاراتیروئید داره، خودش میتونه تأثیر بسیار زیادی روی عمل بیمار داشته باشه. چرا؟ چون بیمار اگر که این رو پزشکش بتونه استخراج کنه و باهاش حل و فصل کنه، حداقل توضیحاتی بهش بده، هرچند که نمیخوایم بگیم که همه مسئله حل خواهد شد، ولی حداقل با ذهن آرامتری به اتاق عمل میره و آرامتر بودن بیمار میتونه روی پیامدهای عمل اثر مستقیمی داشته باشه. فضای دوم که همونطور که عرض کردم فضای بیمارستان و اتاق عمله. این فضا خودش فضای بسیار در ذات خودش فضای بسیار پرتنشیه. اصلی ترین مفهومی که از دید پزشکان باید در نظر باشه مفهومیه به اصطلاح بهش میگیم استمرار خدمت یا continuity of care. به این معنا که بیماری که در دوره قبل عملش با پزشکش یا پزشکانش در تماس بوده باید بتونه در روزی که بیمارستان میره و وارد اتاق عمل میشه همون پزشکان رو ببینه و همون خدمتی که بهش ارائه شده رو ادامهش رو اینجا ببینه. و این خیلی توی اون فضایی که بیمار توی همون چند دقیقه‌ای که بیمار قبل از بیهوشیش در اتاق عمل حس میکنه و تجربه میکنه نمود پیدا میکنه. من این رو به نقل از همکارم آقای دکتر همدانی میگم که جراحی میکنن. یه اصراری که ایشون همیشه دارن اینه که تمام بیمارانی رو که قرار عمل بکنن قبل از اینکه وارد اتاق بشن و قبل از اینکه بیهوش بشن خودشون حتما ببینن و بیمار در واقع ایشون رو ببینه. اتفاقا نوعی هم که در نووا کلینیک با این موضوع برخورد میشه این نیست که پزشک بیمار رو ببینه، در واقع برعکس اینه که بیمار پزشک رو ببینه، چون جراح اطلاعاتی که لازم داره برای روز عمل داشته باشه رو وقتی به اتاق عمل میرسه داره، به صورت مدارک پزشکی، مستندات آزمایشگاهی و تصویربرداری، همه اینا رو در اختیار داره. اما دیده شدن پزشک توسط بیمار میتونه بسیار تاثیرگذار باشه. فراموش نکنیم که ما تو جامعه‌ای زندگی میکنیم که
من به درست و غلطش کاری ندارم و اصلا در جایگاهی نیستم که بخوام راجع به درست یا غلط بودن این گزاره اظهار نظر بکنم، ولی از بسیاری از بیماران شنیدم که تجربهشون از جراحی این بوده که یه پزشکی قرار بوده جراحیشون کنه، وقتی تو اتاق عمل رفتن یه پزشک دیگه جراحی کرده. هرچند که شاید بیمار اینی که شنیده اشتباه بوده باشه، شاید مثلا دستیار یه پزشکی تو اتاق عمل اومده دیده و فقط مریض رو دیده ولی جراحی رو خود اون جراح انجام داده باشه، اما به هر حال این ایده در جامعه ما در جریانه. یکی از ویژگی های نواکلینیک اینه که ما این رو سعی میکنیم این ریاشورنس یا اطمینان رو به بیمار بدیم که اون جراحی که میبینن قبل عمل همون جراح در اتاق عمل عملشون میکنه و اصلا تحت هیچ شرایطی حاضر نیست که خود جراح حاضر نیست، اصلا نه اینکه بیمار بخواد، خود جراح حاضر نیست که کس دیگه ای رو در پروسه جراحیش دخیل بکنه، چه برسه به این که بذاره کس دیگه‌ای به جاش عمل بکنه. بنابراین در اتاق عمل این continuity of care یا استمرار نحوه ارائه خدمات حتما خیلی بروز عمده‌ای خواهد داشت. بعد از این که از این موضوع که بگذریم، یه موضوع دیگه‌ای که در اتاق عمل بسیار مهم میشه در کیفیت ارائه خدمات به بیمار اینه که یک سری از داده‌های پزشکی در اتاق عمل در جریان هستند که این داده‌ها در فضا در اتاق عمل ایجاد میشن و اگه شما اینها رو به اصطلاح نگیرید یا کپچرشون نکنید این داده‌ها از دست میرن و مطالعات نشون میدن که این داده‌ها میتونن در کیفیت ادامه خدمات درمانی که به بیمار داده میشه بسیار تاثیرگذار باشن. خب تو نواکلینیک سازوکاری اندیشیده شده که این جور داده‌ها در جراحی‌های غدد درون‌ریز شامل جراحی تیروئید، پاراتیروئید، غده فوق کلیه یا آدرنال و تومورهای نورو اندوکرین که نادرتر هستن ولی به هر حال وجود دارن، سازوکاری اندیشیده شده که این جور داده ها در حین جراحی کپچر بشن یا به اصطلاح گرفته بشن و ثبت بشن. فضای سومی که عرض کردم خدمتتون فضای بعد از عمله که اگر از دو فضای قبلی مهمتر نباشه اهمیتش دست کمی نداره. تو فضای پس از عمل اون دوگانه‌ای که صحبتش شد به این شکل نمود پیدا میکنه که بیمار یک سری دریافت‌ها از محیطش و از بدنش که تحت جراحی قرار گرفته داره و ما این دریافت‌ها رو در حیطه علم پزشکی به صورت علائم بالینی میبینیم، ولی برای بیمار میتونه بسیار بزرگنمایی بیشتری داشته باشه. موضوع دوم هم ارتباط بیمار با پزشکیه که بیمار رو به کلینیک جراحی غدد ما ارجاع کرده. ما یه تعهدی به بیمار و به اون پزشک محترم، به همکار عزیزی که بیمار رو به نواکلینیک ارجاع کرده داریم. نواکلینیک به شدت روی این موضوع حساسه که بیماری که توسط یک متخصص غدد به نواکلینیک ارجاع میشه حتما در مناسب ترین نقطه زمانی بعد از عمل و با مناسب ترین بسته اطلاعاتی از عمل و بعد از عمل برگرده پیش همون متخصص غددی که بیماریش رو تشخیص داده، لزوم جراحی رو تشخیص داده و بیمار رو ارجاع کرده. این تعهد فقط به زبان نباید باشه، باید کاملا اجرایی و عملیاتی بشه و تو تجربه هایی که تو نواکلینیک وجود داشته این به شدت روش حساسیت هست، به این نحو که بیماران ما در دوره بعد از عمل یک بار در نواکلینیک ویزیت میشن و با یه گزارشی از آنچه که در دوره قبل از عمل، در حین عمل و بعد از عمل در نواکلینیک اتفاق افتاده به صورت مکتوب و به همراه چند تا عکسی که میتونه به پزشکی غدد کمک بکنه ارجاع میشن به فوق تخصص غددی که بیمار رو دیده و تشخیص داده. این تعهد یک از جنس تعهد حرفه‌ای هست و یکی از اصلی ترین عناصر پل زدن روی شکاف‌های بین رشته‌ای میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. ما از این میتونیم استفاده های آکادمیک، علمی و غیر علمی زیادی بکنیم و این موضوع در دستور کار داریم. اما نکته مهمتر
این تفاوتیه که بین دریافت بیمار از علائمش و از بدنش بعد از عمل جراحی و برداشت پزشک از همون علائم به صورت نشانه‌های بالینی وجود داره. خیلی از نشانه‌های بالینی بعد از عمل در بیماران در ذهن بیمار حجم بیشتری داره. مثلا فرض کنید شما بیماری که تحت جراحی تیروئید یا پاراتیروئید قرار گرفته و گردنش برش خورده و اون تو یکی از عناصر آناتومیک خیلی مهم از اونجا خارج شده، احساس میکنه که تو گردنش و یه چیزی تحت فشاره. مثلا شاید احساس بکنه که لقمه غذایی که میخوره به اون راحتی قبل پایین نمیره، شاید احساس کنه که نفسش خیلی سخت‌تره، شاید احساس کنه که زخمش خیلی مثلا ملتهبه، در حالی که در فضای بالین اینجوری نیست. یعنی از سمت پزشک همچین ابعادی نداره. خب حالا پل زدن بین بیمار و پزشک در این موارد بسیار مهمه و این کارهایی که ما در دوره بعد از عمل در نووا کلینیک به شدت روش حساس هستیم. سعی میکنیم این کار رو کامل انجام بدیم با توجه به مقدوراتی که وجود داره، ولی خب خیلی اوقات هم انجام این کار سخته، اما اون موارد رو هم ما تلاش کردیم که پوشش بدیم. حتما مواردی وجود داشته که شاید از زیر چشم ما در رفته، ولی ما تمام تلاشمون رو کردیم به این ترتیب که بیماران ما همیشه با یک هاتلاینی، یک شماره تلفنی قابلیت این براشون وجود داره که بتونن با یکی از اعضای کلینیک در تماس باشن که اون فرد به پزشکان مجموعه دسترسی داره و میتونه توصیه لازم رو از پزشکان مجموعه بگیره و همیشه هم به صورت نوشتاری هم به صورت کلامی در اولین روز بعد از عمل به بیمار این منتقل میشه که اگر مشکلی پیش اومد حتما به اورژانس بیمارستان مراجعه بکنه، ولی خب خیلی از مشکلات هم نیاز به مراجعه بیمارستانی نداره و با توصیه‌های تلفنی قابل حله و این در چند روز بعد عمل ادامه داره تا بیمار با یک فاصله بعد از عملش به کلینیک دوباره مراجعه بکنه و تحت بررسی‌های کامل قرار بگیره و مستندات پزشکیش کامل بشه. مجموعه‌ای که عرض کردم خدمتتون به صورت فرآیندها و روندی که در نووا کلینیک جاری هست برای هر بیماری که این افتخار رو میده که در کلینیک ما خدمات درمانیش رو دریافت بکنه فراهم هست و ما تمام تلاشمون اینه که این روند رو استمرار بدیم. و یک نکته دیگه‌ای که وجود داره تم علمی این کلینیک هست که من یه مقداری لازم هست راجبش صحبت بکنم و اونم اینه که همکارانی که با نووا کلینیک همکاری میکنن همشون پزشکان دانشگاهی هستن، یعنی پزشکانی هستن که عضو هیئت علمی های دانشگاه های مختلف هستن از جمله خود من و ما هممون دغدغه های علمی پزشکی هم داریم، به این نحو که هر بیماری که یک خدمت درمانی دریافت میکنه میتونه نحوه و جزئیات ارائه خدمت درمانی که اون بیمار دریافت کرده کمکی باشه به تکمیل یا اطلاع علمی رشته غدد درون ریز، چه در بعد جراحیش چه در بعد طب داخلیش. در نووا کلینیک این سازوکار دیده شده، تعبیه شده که داده‌ها و تجربیات بیماران به نوعی ثبت شن که بتونن به پیشرفت علم غدد کمک بکنن. هر بیماری که اینجا مراجعه میکنه در اولین ویزیتی که میشه باهاش صحبت میشه، این جنبه علمی بهش توضیح داده میشه، ازش این اجازه کسب میشه که آیا ممکن هست از داده‌هاش در مطالعات علمی استفاده بشه یا نه. بیمارانی که این اجازه رو به ما نمیدن با کمال میل داده‌هاشون به صورت کاملا محرمانه پیش ما خواهد موند و در هیچ مطالعه‌ای استفاده نخواهد شد. اما بیماری که به ما اجازه میدن و این رو هم لازم ذکر بکنم اکثر مردم عزیز ما این اجازه رو به ما میدن و اونایی که این اجازه رو به ما میدن از طریق پژوهشکده‌های معتبر دانشگاهی کشور عزیزمون این داده‌ها وارد چرخه علم غدد درون ریز چه در جنبه جراحیش و چه در جنبه طب داخلیش خواهد شد.